диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. M Production 0302. این را تو جبرید من خودم او را میکشم وطن دکتر جلزنید زود باشید او باید نجات یابد زود باشید میگویم زود باشید زود به منطقه تشکیلاتی وطن دکتر احسان را روان کنید زود باشید دروغ میگویی آن در پدری من شده نمیتواند باید تماما دیگر کس میباشد آن در پدرت است حالا او را شناخته نمیشود برای آن که وی خودش را برای تشکیلات شده جراحی پلاستیکی نموده است پیش با نام سلیمان قیا در تشکیلات فعالیت میکرد بعدا از تشکیلات به خارج فرار کرد در آنجا چهرهش را عوض کرد و آمد و به تشکیلات گذشت با تو باور نمیکنم آن چیزی که دانستن میخواستی به تو گفتم اگر به من باور نکنی رفته از خودی آن در پرس این چیکار میشود سالهاست که پدرم تشکیلات را سرداری میکرده است حالا گویی که تو مادری من هستی؟ ایسا به من نزدیک نشو از من دور شو تو حیاتی مرا برباد دادی مرا تنها گذاشتی بی مادر گذاشتی قیزبان آروم شو قیزبان به خود بیا رفتیم بیا قیزبان بحری پسرم جگر بندم خوب هستی؟ مادر مرا بحری پسرم بحری خواهر بابا چیزه شد پسرم خودت رو بدستی بابا چیزه شد خواهر آرام باش هیچ چیز نشده است پسرم چی شد؟ بینید خواهر رنگ و رویش کنده است با پسرم چیزه شده است پسرم شد با خدا چیزه شده است رو بدستی پسرم هیچ چیز نشده است آروم شوید پسرم را از دست دادم شینید اینجا آروم شوید تمام شد احوالش خوب نیست طاهر در کجاست؟ متاسفانه خلا همه جا رو دیدم اما او رو پیدا نکردم دیلا خواهرم یگان کار کنید با پسرم او را از دست میدیم مایلش حاضر همش خوب میشود پسرم خاطر نشوید تمام شد دیلا احوالش چی میشده باشه؟ مادر پسرم رگ‌های دستش را بریده است خونش را بند کردم رگ‌هایش را بسیار چپر بریده است برای همین از خوش رفته است وقتی که من شما را میجستم همان وقت از خوش رفته بود گروه خونش رو باید بله نمودم گروهی اموس بی بود است کنی گروه خونی مادرش رو بین اگر موافق است زود خون گذارانیم زودتر باش بیایید رفتیم اما زلیخا این کار رو باید زود کنیم رگوهش رو چکن نبریده است ممکن است برای حرکت دستانش تنقیصی کشد وقت رو غنیمت شمرده زود خون گذارانده لازم پسرم نه خود دستانش کار نکنند بیچاره حالا جوان است خاطر نشوی مادر انشالله خوب میشود انشالله کی بود من پدرم را فهمیدم چه میگویی پسرم آن در بود است یعنی سردار ترورستان
کارها نمی کند. با جراحی قیافش را عوض نماست. تمام تشکیلات را نظارت میبرد. چه کاری کرده‌ات بود؟ جراحی خیلی کار میکنی. Otan, هیچ گپ چرا از دکتر درک نیست؟ سردارم، زخمش کلان است. اگر دکتر دیر کند زنده نمیماند. در کجاست این دکتری بشنوم؟ در کجاست؟ آن در می آید. آن در زود هر کس جای خودش را گیرد. به من گوش کن احمق. زود دکتر را پیدا کرده بیار. دکتر می آید سردارم. خدیجه چی را انتظاری؟ زود وطن را نجات ده. اگر برادرم بمیرد بدان که من تو را زنده نمیمانم. خواطر نشوید، همش خوب می شود. اگر با وطن یگان حادثه شود بدانید که یگان دادار را زنده نمیمانم. سلیما نکن این کارو سلیما. تیر خیلی چقور رفته است. چی شد؟ او را نجات داده نمیتوانی؟ من داخل یاره رو تازه میکنم اما تیر رو گرفته نمیتوانم. یک جراح خوب لازم است. چی خیل جراح؟ اگر تو دکتر نیستی این خیل که باشد چرا خواندی؟ سردارم، من یک دکتری عادی هم. اگر یک جراح نباشد خودم تنها از عهده این کار برآمده نمیتوانم. گپ را کم کن احمق. یگان ایلاش کرده برادرم را نجات ده وگرنه خودت را میکشم. دکتر طاهر چی میگوید؟ در دهه آب کانون یک دکتر با نام طاهر است. جراح خوب میباشد. آوازه‌اش تا شهر رفته است. طور باشد چرا ایستاده؟ زود رفته او را پیدا کرده بیارید. همه گوش کنید، احتیاط باشید. یگان نامعقولی نکنید وگرنه زنده نمیمانید. خدایا برادرم رو میارم. من چیکار میکنم اکنون؟ دکتر احوالی بحری هم بهتر شد؟ بله، احوالش بهتر شد. مثل پیشتر دستانش رو میتواند کار فرماید. باقی مانده خود رو به خود میگیرد. تشکر. چی شد دیلا؟ فکر میکنم احوال بحری دیگر در خطر نیست. بله دیلا، اکنون احوال بحری خوب است. دیگر با کمک تو احتیاج ندارد.
پس پسرم به کجا می روی؟ به نزد پدرم می روم. به نزد آن تروریست می روی؟ یعنی به نزد همون تروریستون می روی؟ بله مادر، باید همه چیز رو آموزم. برای چه اینقدر سال ما رو تنها گذاشته با تشکیلات همراه شدنش رو میخواهم پرسم. و هیچ کجا نمی روی؟ مادر التجا میکنم سدی رو هم نشوید. به نزد پدرم رفتن میخواهم. گفتم که نمی روی. مادامی که او سرداری تشکیلات باشد چرا برفینم را به تشکیلات همراه ساخت؟ ما را پریشان ساخت. یگان مراتب به ما دست دراز نکرد. مادام که او سرداری تشکیلات باشد سلیمان برای ما مرده است. دیگر او را جستجو نکن. فکر کن که پدرت مرده است. به هیچ کجا نمی روی. برای پیدا کردن او نمیخواهم تو را از دست دهم. مادر التجا میکنم چه خیلی که نباشد وای پدرم است. میخواهم دانم چرا با ما این خیلی رفتار کرده است. با تو گفتم نمی روی. میروم مادر، چیزی که شود نشود میروم. طاهر اگر روی تو را هیچگاه نمی بخشم. من گپم را گفتم. اگر خواهی رو یا اینجا بیمان. خدایا التجا میکنم برو. مالش مادر، چیزی که شما گویید. دیلا ما آماده ایم، تو نمی آیی؟ آقای طاهر به من احتیاج نداشتنتون رو با تو همه وقت احتیاج دارم دیلا، حتی همین زمان هم. اما تو مرا گوش کردن نمیخواهی. آقای طاهر شما رو میپرسم رفتم میتوانی دیلا؟ بعضی چیزهایم حالا در همین جایند. همه کارهایم رو تمام کنم میآیم. مایلش دیلا، ما تو را انتظار میشویم. رفتیم تا بازی طاهر. دخترم عذر میخواهم، مرا ببخش. برای چی ببخشم؟ برای چی؟ تو مرا نمیفهمی. مجبور بودم برای رفتن. اگر نمیرفتم به تو ضرر میرسوندم. رفتم، با چه عذاب‌ها دچار شدم. با چه عذاب‌ها؟ من سالهای زیاد فکر کردم که تو در قید حیات نیستی. وقتی که دیگران رو با مادرانشون میدیدم چشمانم پر از آب میشد. حتی حواس میکردم که یگان عکست رو میداشتم و اون عکس نظر میکردم. این کاری کرده ای تو ظالمی است. عقلا یک عکست رو نگذاشتی. مادام که یگان نشان از خود نمانده ای چرا دوباره به اینجا برگشتی؟ برای چی؟ قزبون زود رو از اینجا. چهلی که سالهای زیاد به نام نشان شده بودی همین خیلی به نام نشان شو. اما قزبون کجا شد این آدم؟ ترسیدی رئیس؟ آرام باش. تا که با ما هستی تو هیچ چیز بله رهبرم، البته. فقط همین که به ما ضرر نرسانی. خوب شد است. خیر که باشد و تو یک وظیفه میدیم. وظیفه خیلی مهم. به شهر میرویم. وقتی که شهر رفتی ارتباطت با ما پر قوت خواهد شد.
اکنون شهباز مرده است. این حجتی نباید می باشد. حاضر وقتی را از دست نداده زود از پس کار رد شو. بیان هم خیلی وقت را از دست دادیم. تشکر رهبرم. چه خیلی که شما میخواید همون خیلی میشود. میبخشید سردارم، از بس که سربازانم دیدند مجبور شدم که وی را حبس کنم. هیچ گپ نی. اگر لازم شده باشد شدن گیرد. یک چیز را فراموش نساز. اگر کسی که جاسوسی کند فکر کن که مرگ را هم خورده است. کاری کوچ بستنت را چیکار کردی؟ آمادگی ها تمام؟ فکر کنید که تمام از سردارم. خیلی خوب. حادثه‌ای که در دهه گفتمان می شود فکری تمامی دهه را با خودتان جلب نموده به کار شروع نمایید. خودتان را همچون پیروان دین اسلام شمارید. کاری کنید که دین اسلام را با کله‌های پس فراورده تمام دنیا از این کاری کرده‌تان با خبر شوند. و باز همین را گفتنیم که اینجا را به نظارت نگذارید. یک شخص باورین آب را گذارید تا اینکه برای پرقوتی تشکیلاتمان همه وقت آماده باشد. البته سردارم، چه خیلی که شما میخواهید. زود باشه. بنده تایی که نافتاد. زود باشه، زودتر. دیوانه میشم بخدا. جبار آماده هستید؟ فرید نبوده، حاضر آماده میشوید. بسیار خوب. رهبرم در داخل شما رو انتظارند. مایلش. زود باشه و خیلی کم است. خوب شده است. حضرتم چی میخواهی؟ زودتر و خیلی کم است. من هم با شما به شهر رفتن میخوام. همیشه سخت‌تر ببند. وقت خیلی کم است میرویم. جانم رو برایتون فدا میکنم. سخت‌تر کش. مایلش. برای تو برای یگیدها زود باشه. همه وقت در برم جای است. زودتر میرویم. شما؟ چرا تابت خیره شد؟ چیزی که برای شما لازم است ما آماده ساختیم. همه خواهش های شما رو به جا آوردیم. در یگان جا مثل این لوازماتی آماده کرده ما پیدا نخواهید کرد. از دستمون آماده رو برایتون کردیم. اکنون دوامی کار در دست خودتون. چه خیل دوامی کار؟ خودت را بنادانی نزن. شرطنامه کردمان رو خودت میدونی. ما با تو لوازماتی خواستت را آماده کردیم. تو باشی با ما مکانی اسناد مولانا خالد را میگفتی. وای را تو اینجا چی کار میکنی؟ همه کار میکنند و تو باشی اینجا. زود از پس کارت شو. زود باش. بله، تو رو گوش میکنیم. اسناد مولانا خالد در دست ابراهیم بود، بعدیان در دست یعقوب. شفای کامل اپای زلیخا. حالا نخیزید از جهتون. کمی استراحت کردنتان لازم.
باری آخر گپ زده میتوانیم. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. دیلا، من باری آخرون میگویم که در حقیقت با تو عاشقم. با من کمی امکان ده نرو. تو اینکه در حقیقت عاشق بودم رو فهمی. برای این امکان خیلی دیر شده است آقای طاهر. مونده شدم. من دیگر این طور زندگی کردن نمیتوانم. به شهر رفته یک صحیفه زندگی نو رو برایم میکشویم. التجا میکنم من رو فهمید. گرین را. این کتاب عشق حقیقی را میفهماند. نام این عشق صاف و پاک میباشد. در این کتاب عشق تو را پیدا کردم. تا چی اندازه با تو عاشق بودنم را فهمیدم. میخواستم که عشق من و تو تا ابد باشد. آقای طاهر بس بودگیست. شکرانه خداوندم کردم. تو اینکه عشق تو را به دلم جای داد. دیلا، روزی اولی آمدنم رو در یاد داری؟ برای دختران پیشینه این دهه چی سخنها گفته بودی؟ دخترانی که به این دهه آمدن و جای کمک رساندن دردسر شدند. یکی را با چشم بد نگاه میکردند، دیگری را فریب میکردند. یعنی وضعیت را خودتان میدونید. اینجا را ترک کرده رفتند. باید به این وضعیت نگاه نکرده کارشان را ترک نمیکردند. بله آقای طاهر درست میگویید. نباید ترک میکردند. وقتی که شما از شهر میآیید وضعیت اینجا رو میبینید، در چه طرف از اینجا رفتنتان را فکر میکنید. غم مردم را نخورده راه گریز رو پیش میگیرید. چه گفتنم رو به یاد آوردم، اما رفتن من آن معنا رو ندارد. خدا نگهبان. دیلا، شما خیلی انسانی خوبید آقای طاهر. حقتان رو حلال کنید. مرحمت. آوازتان را نبرارید. آقای طاهر با ما میروید. زود آماده شوید. سلاح رو یک طرف کن. شما چیکار کردید؟ سر دهید گفتم. سردار شده است. سردارمون آن در شما را خواست برای جراحی کردن. مرا سر دهید. سر دهید گفتم. مایلش سر دهید او را. من میروم با شما. سر دهید. آوازت رو نبرار وگرنه تو را میپرانم. با او دست نرسان. سر ده. دکتر وقت کم است. زود باش. راه گرد. اینها چیکار میکنن؟ با کجا میبرن دکتر و دیلا رو؟ خدایا عقلم نمیگیرد که چنین یک انسانی که اینقدر ظلم کرده است آمده باز برای بخشیدن گناهانش اینقدر مهنت میکنه. برادر خداوند بزرگ است. چیزی که خواهی همان کار می شود. بله می شود. خداوند بزرگ سینام پشیمان. خداوند بزرگ سینام پشیمان. خداوند بزرگ سینام پشیمان. السلام علیکم. مونده نباشه. تشکر. خدا راضی باشد. سینان تو مگر خبر نداری؟ باز چی شد؟ بحری یعنی پسرت با او چی شده است؟ گفتن که رگ‌های دستش رو بریده است. تو چه ها میگویی قربان؟ ایستو حالا ایست. وضعیتش خوب بوده است. دکتر او را معالجه کرده. تشکر زیاد. خب برادر صدقتون شوم و من اجازه دید از احوال پسرم خبردار شوم. باز آمده باقی مانده این کار رو میکنم. تا کارتون رو تمام نکنم به خدا به هیچ کجا نمیروم. حتی خر شده کار میکنم. به خدا قسم میخورم میآیم. مایلش تو رفته پسرت رو بین. قسم نخور.
انسانی ایمان داشته خرچیده نمیتواند. دیگر به دهانت این کلمه را نگیر. پسرت انشالله شفا مییابد. دیگر آمدنت شرط نیست. مادامی که از راه بد گشته باشی تو را بخشیدم. خداوند تو را بخشد. حقم را حلال کردم. تشکر. یلماز با برفین. گویی که بشر میروه. عمر این چی است؟ این پرنده رو از اینجا گرفته به شهر میبری؟ اکا التجا میکن این کبل رو با خود بردار میکنم. در شهر مگر چنین پرنده وجود دارد؟ خواهش میکنم اکا. عمر بهتر از سر ده اینا. از اینجا تا شهر رفته نمیتوان. وطن این پرنده همین کوههایند. در شهر چطور این را نگاه بین میکنی؟ ما حق نداریم این را از وطنش دور سازیم. عمر جان غمگین نشو، باز به ده ما برمیگردیم. به تو قول میدیم که اومد از این خوبترش را دستگیر میکنیم. اما این طور شهر زنده نمیماند. کشتن پرنده گناه است. این را سر ده. کو بیا بیا. برادر بشرم، من که بشر اومدم تو رو اونجا دستگیر میکنم. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. زنده باشید. خداوند از شما راضی باشه. بیا اکرم بس بود اگه همین قدر خیر و خوش کردن. برفین تو چیکار میکنی؟ دیوانه شده ای مگر؟ چرا باری وزنین را میبرداری؟ دخترم تو چیکار میکنی؟ برای چی میبرداری؟ هم به خودت و هم به طفلت ضرر میرسانی. این دیدا کجا شد؟ آخر دیر میمانه. پسرم گفت که کمی کار دارم. کمی دیگر صبر کنیم میآید. حاضر میآیم گفته بود. خاله زود باشید. طاهر و دیلارا بردند. چی؟ تو چه میگویی زلیخا؟ کی را بودند؟ آدمانی آن در بودند. آنها را به تشکیلات بردند. در تشکیلات با نام شخص سردار شده است. آرام شوید مادر. خود را به دست گیرید. شاید به نزد سلیمان بردند. اکا ایستید آرام باشید. یگان علاجش را مییابیم. البته مییابیم. زود رفته به عسکران خبر دهید. زود صدی راهشون شوید. مادر آخر امروز تجهیزات ها را میارند برای ساختمان راه. عسکران همه در آنجایند. چیکار میکنیم اکنون؟ بحریم در کجاست؟ بحریت خوب است سینان، خوب است. آدمانی تشکیلات طاهر و دیلارا را بودند. چی؟ از برای خدا یاری ده سینان. به نزد عسکران روید. وای ابله این همه کاری باطن است. نه آدمانی آن در بودند. باطن یردار شده است. برای همین هم آنها را بردند. همینش نمیرسید. من باری آخر دیلارا با یک عذاب از دستی آن دیر نجات داده بودم. اگر باری دیگر با دیلارا برو شود آن دیر او را البته با خود میبرد. یلماز زود یک چند نفر را با خود گیر از پسشون میره. مایلش من حاضر لباس ها را عوض کرده میآیم. دیلارا را نجات میدیم. راکرد دکتر راکرد نگویم. زودتر با او کاردار نشوید. راه دهید. راه کرد. به این طرف و درون درو. خدیجه طاهر پاپا و درون درو. زودتر راه کرد دکتر راه کرد و درون درو. راست استید آزاد رو کرده. راست استید آزاد. راست استید آزاد. حالا گوی که تو پدری من هستی. به من گوش کن دکتر. اگر تو را به اینجا نمی آوردیم برادرم می مرد. اکنون کاری کرده برادرم را از مرگ نجات ده. بعد من تو را رها می کنم. برای من همه مریضان یکند. مریضان را تبابت کردن وظیفه ما است. از دستم آمده را می کنم.
به من گوش کنید. بعد جراحی دکتر را گسل کنید. همشیره را باشد نگاه دارید. خدا کمی کار دارد. جناب آیسون چه شد؟ طاهر را چطور فریب نمودی؟ یک روی کرد. من هم مجبور شدم با او دروغ گویم. با او چی گفتی؟ پدرش را اندر گفتم. چه خیلی جرأت کردی با او این گپ را گفتی؟ همه ای کارها برباد خواهد رفت. اما با رو برو شدنش غیر امکان است. تو را نمیشناسی. انیل به جستجوی پدرش خواهد رفت. اگر کی بودنی سلیمان که را گفته باشی، آمدر به او چی کاری کند حتی عقل طاهر نمیگیرد. امیدوارم که طاهر به نزد آن در نرفته است. کاری ما تمام شد. میتوانید شما یاره رو دوزید. دکتر برادرم چی حال دارد؟ زنده میماند؟ عملیات خوب گذشته. زنده میماند. انسانی با عقل هستی تو. اگر باطن را از مرگ نجات نمیدادی عمری تو هم به آخر میرسید. اما یک علاج کرده او را نجات. این وظیفه ما است. برای من همه مریضان. اما طبق شنیدم وای امک من بوده است. چی؟ تو چیا میگویی؟ تو با من شوخی میکنی؟ تو هیچ کدام ما رو مثل برادرت اهمیت نمیدی. خودت را به نادانی نانداز. همه حقیقت را میدونم. تو سلیمان کایا میباشی. پدری من. سلیمان کایا گفتی؟ تو پسری وی هستی همین خیل؟ آن خواهین پدری من است گوی؟ آقای طاهر این را به یگان جا محکم کنید. همشیره با تو کمی حساب و کتاب دارم. سردهت میگویم. آقای طاهر به هوش آمدنی باطن را با دیلا قید خواهم کرد. سردهت گفتم. دیلا دیلا کسی فریب کرده است. این خیلی خوب شد برای من. تو پدرت را به نزد من میاری. اول معلوماتی داشتم را آیدی پدرت به تو میگویم. تو باشی بعد مهلتی کوتاهی با پدرت روبرو میشوی. بعد تو را با پدرت یک جایم میکشم. بله، اکنون دکتر در دستمان. برایمان امکانی خیلی خوب میدهد. سلیمان کایا را به اینجا دعوت نمودن خیلی قلع شد. شما باید به سلیمان خبر دهید که دکتر در دست ما. خوب شد است راه برم. بیا با من. الو خبری نو مرا میشنوی چطور؟ بله تو را گوش میکنم. اوید سلیمان کایا خبری مهم دارم. این چه میشود؟ من گفته بودم به سرمان بلا میشود.
اگر سلیمان به منطقه تشکیلات روان شده با آن در روبرو شود سری ما در بلا میماند. در حال یکشان کسی را گرفته به منطقه تشکیلات رفته، پیش از سلیمان دختر را به دست آوردن لازم، وگرنه سرمان در بلا خواهد ماند. چرا ایستاده ای؟ خوب شده سردارم. سلیمان ایسون من به شما گفتم که از پسرم دور شوید. ما دور شدیم اما وای دور نشد. حالا در دست آن در است. سلیمان آرام باشید. آرام باشید. زود به آن در خبر دهید. شکر که زنده ای. باید نمیگفتم، جای تو رو نمیگفتم، اما تاب آوردن نتوانستم. پسرت رو از دستت گرفتم. این عیبی تو نیست احسان. با کجایی که میگریختم مرا پیدا میکردند، اما پسرم رو با آنها نمیگذارم. حالا از اینجا رها یابم او رو حتما پیدا میکنم. رفتیم. کجا شد این آدم؟ مگر پسرش را نجات نمیدهد؟ حاضر می آید راه برم. چخیل می آید؟ 10 ساعت گذشت. برادرتان به خود آمدند سردارم. انا این خبری خوش. اکنون همشیره را آماده سازید، با او خرسندی میکنم. خدایا با من مدد کن. کنی همشیره زیبا، وقتی تو هم رسید. با حیاتی نو خدام میکنی. مرا سرده. خیز از جایم. خیز گفتم. مرا سرده. راه کرد. سرده مرا. راه کرد گفتم. با همشیره کمک رسون کنم اون لازم احسان. چی خیل میدهیم خودمون تنها؟ پیش از این هم دیدی چی خیل به دست رفتیدیم، تا حال در همین جایه. یک تو از برادرم دیگرش دیلو نگاه کرده نمیستم. اگر تو کمک نکنی خودم تنها با اونها کمک. مایلش دلا آقای طاهر مرا نجات ده. دلا سردید او را از برای ثواب مرا نجات ده. سردید گفتم او را. سردید دستی اون مرد دلا گفتم. سردید دلا سردید مرا. دلا سردید او را خوب آماده سازد. سر و لباسش را عوض کنید. از برای ثواب مرا سردید. با من دست نرسانید. برای آن دیر شده محافظانش اینجا خیلی زیاد آمدند. این به شرف احمق خیلی خطرناک است. اکنون چیکار میکنیم سینان؟ هر دویتان آیله دارید. اینجا تنها من آیله دار نیستم. این فکری که من دارم تنها برای من موافق می آید. برای همین این کار رو من باید کنم. سینان چی شد؟ با کجا می رویم؟ یلمز شما مرا همین جا انتظار شوید. اگر وضعیت بد باشد جانتان را خلاص کنید. ها باید بدانید چقدر که آدم کشید همان قدر به انصاف می شوید. فرما اما تو چی کار میکنی سینان؟ به فکرم ختیجه در همین جاست.
برای برادرش شده همه کارو میکند. من به نزد او میروم. شما با دقت باشید. من رفتم. آلدو بیا به اینجا گذاریم. بیا. انشالله خطیچه همانجاست. انشالله. خدایا از گناهایی کردم پشیمانم. من نمیدانم چطور توبه کنم. به من مدد کن تا که به دکتر و همشیره یاری دهم. میدانم که به من مدد میرسانی. چرا ایستاده ای سینان؟ بیا میرویم. خداوند بزرگ سینان ظالم پشیمان. 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 ابلها عزرائیل به نزدتان می آید. خدایا من مدد رسان. اجازه نده که بدی را دست رسانم. با محبوس خوراک آوردم. تو رو باشد در بیرون دکتر احسان منتظر است. چی میگفته باشد؟ من از کجا دانم؟ بیاید گفت. توهی برادرم. دیلارو نجات دادن لازم. زود ما رو از اینجا رها کن. زودتر. زودتر. کسی می آید. چیگر؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ من برای این خوراک آوردم. زود رفته خوراک آماده نما. کبی پس به اینجا مهمان می آید. برایشون ضیافت میکنین. زود باش. زود باش. مایلش. فکر میکنید هیچ کس سده راه شما شدن نمیتواند؟ زود باشید تنبل های ابله. شیرا باز هم زیباتر شده است. او رو به چادرم برید. مرا آنجا انتظار شود. با من دست نرسانید. به من گوش کنید. شما هر دویتان از اینجا دور نمی شوید. اگر آن بیشرفی سلیمان به اینجا آمده یگان نامعقولی کند شما را زنده نمیمانم. او باید به اینجا آید. مهمان ها آمدن سردارم. شما را انتظارند. ای وقتی آمدنشان را یافتم. هیچ گپ نه. رفته زودتر آنها را گسیل کرده همشیره را زیاد انتظار نمی کنیم. چی شد خدیجه؟ چی کار کردی؟ نتوانستم احسان. از عهده کار برآمده نتوانستم. تو کی هستی؟ سینان؟ تو در اینجا
اینجا چیکار میکنی؟ آوازدران نبرار، برای نجات دادن دکتر و همشیره آمدم. قهرمان افسانه سینان آمد. زود باش سینان، وگرنه دیلو رو به آن دل تسلیم میکنن. خاموش گفتم، خاموش باش. میرویم. آنها در کجایم؟ طاهیر رو در محکمه نگاه میدونن، اما دیلو در کجا بودنش رو نمیدونم. این احمقای در اینجا بوده رو به مثل پیشتره عذاب دادن در کار، اما نمیدونم چطور. کنی به کار درار سرد را، کنی بینم این کله کدوی تو و چی قادر هستن. کنی خطیچه، کنی بینم یک فکر به سرم آمد. این طبق را بگیر خطیچه، با من همراه بیا. این طبق را گرفته با من بیا. زود باش، بیا آواز خطیچه، رفتیم. خداوندو با من مدد کن. پدر؟ خواهین ها در را کشا. سوتر کشا. زود. دیلو رو نجات دادن لازم. رفتیم. مالش رفتیم خطیچه. شوداری اون در کدامش هستی؟ آنها در اینجا ایستادن رو نمیخوام. من با من بیایی. البته با تو میروم. تو رو تنها نمیگذارم. زود با من بیایید. رفتیم. زود باش، رفتیم. خداوندو با من مدد کن. کیست اونجا؟ تو کیستی؟ آوازت رو نبرار دیلو، این منم. آقای طاهیر. بله منم. آوازت رو نبرار. امروز باید بعضی گپ‌ها را برایتان گویم. این همه را در سرتان جای خوب شده سردارم. اول درباره هدف‌هایمان گفتنیم. توجه خلق را به خودمان جلب نمودن و دشمنانمان را جزا دادن لازم. هر یک کاری که دشمنانمان بر ضد تشکیلاتمان میکنند با خبر شدنمان لازم. مبادا اگر یگان ضرری به تشکیلاتمان رسد یا اینکه سری تشکیلاتمان فاش شود، تمام دنیا بر ضد ما می شود. در چشم خلق و امنیت دولت قدر و قیمتمان پست می شود. گفته هایتان را خوب فهمیدم سردارم. فکرم برای امروز همین قدرش بسنده است. آقای طاهیر، خدا را شکر که آمدید. خدا را شکر. من ببخشید. دیلو از اینجا زود رفتنم لازم. آن در حاضر باید بیاید. زود. نوبداران میگریزد. زود باشد. دستگیر کنید. دستگیر کنید. به این طرف. نگذارید که این بی‌شرفان نفس کشند. گوش کن. ما باید دکتر را بریم. مالش حاضر به جای که طاهیر را حبسم دم به اونجا میروم. وقتی او را برآوردن به شما خبر میدیم. دیدی چی گپ شد؟ با فکرم به دیگر طرف پرونده ایستادن. الدو دیلا همراهی طاهیر. آقای دکتر
گفتیم الدو دیدم الدو یلماز سینون و اپام در آنجا بودن شما دیل رو با خود برید من باید آنها رو بیارم پدرم رو میخوام ببینم پدرم آمد از یلماز آنهایی که پرنده ایستادن آدمای پدرم آمد آقای طاهر التجا میکنم نروید شما را میکشند مرا تنها نگذارید به شما قول میدهم به شهر نمیروم دیگر از شما جدا نمیشوم هیچ وقت شما را تنها نمیگذارم التجا میکنم نروید خواهش میکنم سینون و اپام رو آنجا تنها گذاشته نمیتوانم ایلا راست میگوید اما خدا نشان ندهد اگر با شما یگان گپ شود از پس من بیا خطیچه زودتر سینون باز چی شد خطیچه یک کسی دیگر خلاص نکردمون همینش نمیرسید کنی در کجاست سلیمه در اونجا در کجا زود باشه خودتان را احتیاط کنید این را دار خدیجه کمک کن زودتر تیرهایمان تمام نشده زود از اینجا برآمدنمان لازم زودتر راه گردید زودتر سینان ایستا نگریز زود این بیشرف را دستگیر کنید زوینی ابله آها این آدم کی باشد برام شناخته است گپ زنیش رو بین باز به طرف من آوازش را بلند میکرده حالا من به تو نشان میدیم احمق ایستا نگریز گریخت است دکتر گریخت است میتوانید پراندن رو بس کنید از سلیمان هنگام خبر هست؟ نه نیست اما دکتر گریخته است چطور؟ مایلش ما میرویم پرنده رو بس کنید میرویم زودتر باش احسان زودتر خدیجه زودتر راه گرد سلیمه راه گرد زودتر طاهر خدیجه دیلو خوب هستی؟ خوبم طاهر من خوبم تشکر سینون اگر تو نمی بودی من چیکار میکردم؟ اگر من ظالم نمی بودم بسیار آدم ها در قید حیات می بودن دکتر فقط همین رو از شما میخوام که حقتان را حلال کنید من حق شما را داده نمیتوانم بیاید زود از اینجا رویم صدای تیر خاموش شد آنها از پس ما میشوند نمیشوند از ما میترسند شکر که صفی ما هم بسیار است هیچ کار کرده نمیتوانند بیایید میرویم به یادم آمده وای چه خیل بود بیایید میرویم برادر دور باش از یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار وقتی بد که سینان این شعرها رو میخونند دوره جاهلیش به یادم میزنم سینان ابلهی نابکار کاری کرده او را دستگیر کنید جانش را میگیرم حتی خونش را مینوشم دکتر را چیکار کنیم سردارم؟ او دست نرسانید او توجه خلق را به خود جلب نموده است اگر ما هم توجه خلق را به دست آوردن خواهیم باید به دکتر دست نرسانیم میترسم که با تو یگان حادثه نشود نترس مادر با من هیچ چیز نمیشود آنها میخواهند که دنبال این کار نشوم اما من این کار را تا به آخر نرسانم آرام نمیشوم
پسرم طاهر با تو گپ زدنم لازم. مرحمت یونس بیا. طاهر با رفیقم گپ زنان کردم. حتی برای ما جایزی است آماده نموده است. زود رفته در مکتب از قید گذشتنم لازم. برای همین میخوایم که تا رفتنمون توی را گذرانیم. اقلا نکاح را کنیم. راست میگویی یولماس، اما من توی سراسیمه کردنی نیستم. شرط نیست که توی کلان کنیم. مهمش این که ما خوشبخت شویم. پسرم من با دلا هم فکرم. اگر شما راضی باشید این کار را زودتر انجام دهیم. چه که شما میخواهید، اما از خودی حاضر به تیاری آماده شوید. حاضر من کمی کار دارم، بعدم برمیگردم. میلش من رفتم. میلش اسناد رو خرید به دست آوردیم صدورم. دختر آن را خودش میآورد. بعد به دست آوردن اسناد دختر را زنده نماند. شما نگران نباشید، همش خوب خواهد شد. پدرم کجاست؟ با من گفته بود که میایم. برای شما شده ناامد. همین خیل. بهری تو کودک نیستی، همه چیز رو میفهمی. هیچ چیز رو نمیفهمم. تو این سین سال تو رو با چی عذاب و کلان کردم. حاضر باشد برای چی با من این خیل رفتار بکنی؟ تو جگر بندی من هستی، نوری خانه من هستی. اکنون عقلت رو به کار درآر. من چه عذاب کشیدم تنها خداوند میداند. تو را از عذاب نجات میدیم زلیخا. دیگر تو را رنج و عذاب نمیدیم. زلیخا پدر چرا دیر کردید؟ دیر باز شما را انتظار نمیشدی. کاری دیگر ندارم که از پشت تو میگردم. چه میگویید پدر؟ چی گفتنم را خوب میدونی. احمق کلت کار نمیکند مگر. دیگر مرا سراغ نکن. از من پدر نمیبراید، نه به تو نه به دیگر کس. پدر با شما چی شد؟ یا اینکه شما یگان گپ گفتید؟ نه، هیچ کس هیچ چیز نگفته است. از این روز پس نه به تو نه به مادرت کاردار نمیشوم. پدر استید نروید. چخیل پدر، من پدری تو نیستم. بیزار شدم از این خیل پدرگویی های تو. دیگر مرا سراغ نکن. نمیخوام که تو مرا پدرگویی. مرا فهمیدی اکنون؟ پدر نروید، مرا تنها نمونه. دمت را گیر احمق. من به تو چند بار گفتم که از این خائن پدر نمیبره. هیچ به گپ‌هایم گوش نمیدی. سردهید مرا به حالم گذاره. پسرم بهری. زلیخا ممکن رود زلیخا. دیگر علاجی نداشتم. او را از خودم دور ساختم. این خیر رفتار کردم. پسری من جان و جگری من است، اما در بری من کلان نشده است، بلکه در بری تو کلان شده است. دیگر صد راحتان شدن نمیخوام زلیخا. زلیخا از تو یک خواهش دارم. اگر توانی منو ببخش. سلام، بابای خوب در کجاست؟ انا در آنجاست. تشکر. سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدی دکتر پسرم. خوش باشید. مرحمت، بیا گذر. مرحمت. خوب هستی انشالله؟ شکری خدا. بابا یعقوب، شما میدونید برای چی آمدم؟ من شما رو برای توی هم خبر کردنی آمدم. امروز ساعتهای 4 اجابت دعوت سنت می باشد. البته می آیم. خدا خوشبخت باشید. تشکر. با اجازت شما می روم. فقط برای دعوت آمده بودی؟ دیگر برای یگان کاری دیگر نآمده بودی؟ من راحت باش. چیزی که میخواهی تا چی اندازه
دشوار بودنی گفتنش را میدانم. گپ درباره دیدن یک ورق نمی رود، بلکه این ورق حضوری خلق یا استقلالیت را میفهماند. شما از کجا دانستید که من برای پرسیدن یک اسناد آمدم؟ این اسناد چیست؟ برای چی از پشت این اسناد هستند؟ برای این اسناد را به دست آوردن چندین انسان‌ها جان خود را از دست دادند. این اسناد درباره سر و اسرار جمهوریمان میباشد و این اسناد در خود طرحی را در بر میگیرد که چطور جمهوری کردها را و ملت ترکیه نیست و نابود ساختنش را نشان میدهد. این چه نقشه میباشد؟ نقشه خیلی مهمی باشد. اول دارد آخر نه. اساسا درباره ترس دشمنان گفته شده است. اگر این اسناد به دست دشمنان افتد عاقبتش خوب نمی شود. کمی گپ زن پسرم. این اسناد را برای چی تو میخوای؟ پدرم قریب 30 سال شد که به نشان است. امروز باشد مرده است یا نمرده است باوری ندارم. برای همین درباره پدرم هیچ معلوماتی نیک ندارم. حاضر باشد یک دو شخصی است که نمیدانم راست میگویند یا نه درباره پدرم حجتی داشتند. اگر اسناد را با آنها دیم در کجا بدن پدرم را خواهم دانست. یعنی برای یک پدر شده تمام آینده ملت را در خطر گذاشته این اسناد را خواستند. گیر، این اسناد از آن تو است. در دست جان چندین انسان و استقلالیت یک دولت می باشد. اکنون خودت می دانی. من نمیگذارم کسی به این اسناد نزدیک شود. شما راحت باشید. از این روز پس این اسناد با من هم امانت است. خداوند از تو راضی باشد. خداوند همه وقت مددگارت باشد. با شما هم. با من اجازه دید روم. اکنون میدانم چیکار کردنم را. مثل پیش رفتار نخواهم کرد. برابر شما آینده ملتم را فکر نموده در خدمت خلق ملتم جانم را فدا خواهم کرد. این را از نام من به زلیخا خواهرم برده رسم. این امانتش می باشد. اکنون از پسی کارت شم. کارت آسان نیست. پیش از آغاز بسم الله را فراموش نکنید. تشکر بابا. در حقمان دعا کردن را فراموش نکنید. برای کار پسرم خودت را احتیاط کن. با سبب به شهر رفتن ما همین خیال شد امکی حامد. هیچ گپ نه. اگر وقت می بود خیلی توی خوب می شد. توی هست پدر؟ ما هم می رویم. توی نه پسرم. نیکای اپای دیلایت با اکای تاهیرت. چرا این قدر زود اپام رو فراموش کردید؟ آقای دکتر یزنای من نیست مگر؟ برای چی با اون خونه دور می شود؟ عیب نیست مگر؟ ایستو پسرم. ببخش دیلو عیب شد. آخر وای کودک است. از دست من چی می آید؟ الو گوش میکنم. آقای مهندس؟ چرا تو به گپ یک کودک خردسال اهمیت میدهی دخترم؟ حالا من هر روز این گپ رو میشنوم خاله. هر روز میشنوم. برای چی دخترم؟ به من گوش کن دخترم. دایر تو را دوست میدارم. به گپ‌های علی اهمیت ندی. بیا دخترم به خونه رفته آماده شویم. وقتی نکاح هم رسید. شاید طاهر هم آمده است. در نزد من نه. در نزد تو بودنش را میخواهم. دیگر در چشمتان هیچگاه نمینمایم. آپای سلیخو
چی شد دکتر؟ این را بابای خوب برای شما روان کرد. یا بسم الله، این چی باشد؟ خدایا این رو چرا روان کرده باشد؟ اسناد را آوردی؟ اینقدر آسان نیست اسناد را به دست آوردن. 1 ساعت پس در دستم می شود. با رفتن آمدنم 2 ساعت را در بر میگیرد. یعنی همین را گفتنیم که از شما 2 ساعت وقتی دیگر میخواهم. 2 ساعت پس همین جا میخوریم، یا اینکه کجا خواهید در همه جا میخوریم. مایلش همین جا میخوریم، اما اگر یگان نامعقولی کنی عاقبت بد خواهد شد دکتر. فقط از شما کی بدانی پدرم را میخواهم. نشان میدهم. زیلان مرا گوش کن. زیلان آفرین، گذار اینجا. مایل شکر. خولای زیلول در درونی خانه می در آوردیم. اینجا هیچ گپ نی؟ در باد و هوای تازه خوبتر خواهد شده. سلام علیکم. و علیکم برسلام. و علیکم برسلام. برای مسافری بر وقت آمده جای دارید؟ چرا نه؟ بیاید دستتان را بوسم. بیایید گذارید. خوش آمدید. خالای زیلول، خالای زیلول. چی شد دخترم؟ خالا این کیست؟ بابا یعقوب است؟ بله همان است. با فکرم گفتنیه داری. بیا دخترم. بابا این را با من روان نموده اید. من پرسیدنیم که سیر این در چیست؟ پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هر روز در دعاهایشان دعا میکردند که خداوندم مثل لباسهایی که چرکین میباشد و بعد شستن تازه میشود گناههای دیگران رو هم ببخش که همانها هم بیگناه گردند. مقصدم همین که بخشنده شویم و دیگران هم ما را ببخشند. این دستمانه را با گپ‌های گفتم به چشمانش نگاه کرده و شخصی به تو موافق بوده هدیه کن. سینان مرحمت تو را میبخشم. مرحمت کنید بابا جان. آش شود. خداوند از شما راضی باشد. نوشی جون. یلمز برادر، کنی گپ زن سینان در کجا پنهان شده است؟ غار در نزدیکی دهه سلیک باید باشد، اما تشکر برادر. برای تو شده هم اسب می شوم و هم خر. فقط همین که گناهی مرا ببخش رضا. حالا تمام کنیم میبخشم. انشالله تمام میکنیم. مانده نباشه در رضا. بخیر است در اینجا چی گفت؟
سینان گناهگار توبه کرده است. از من آمرزش گناه را طلب میکند. چارواهایم را دزدیده بود. من باشد برای گناهش را بخشیده گفتم این کار را به انجام رسان. احمق سینان، این چی کاری کرده بود؟ دستانم را درد گرفت. سینان مایلش من رفتم. این چی کاری کرده بود سینان؟ همین قدرش بسنده است. من گناهت را بخشیدم. خداوند تو را ببخشد. ایستا من خودم. مایلش شد. خداوند از شما راضی باشد. از تو هم مایلش. سلام علیکم، مانده نباشید. کوچه گذر کنی نگاهی تو کنم، اندیشه به چشمان سیاهی تو کنم. من مال ندارم که زکاتی تو کنم، یک جانی عزیز دارم فدایی تو کنم. میانم خسته شدم. دیر از این خبری دادم خیلی خرسان می شود. حجت را با خود نگرفتند. این کارها را آنقدر نمیفهمم. بعد رفتن رئیس کارها به من موند. مرا رئیس تعیین نمودم. پس آهسته از دستم آمده را کارتان خیلی میکنم. دشوار است. خداوند مددگارتان باشد. خلای جلال طاهر کجا شد؟ من هم نمیدونم. البته حاضر می آید. کمی دیگر انتظار شویم. من الدو را پیدا کرده می آیم. تا آمدن ما نگاه نکنید. مایلش قزبان زود رفته بیا. مرحمت گیرید. قزبان تو کی هستی؟ پدر؟ دخترم جیگر بندم. اینجا چیکار میکنید؟ من دخترم به شهر میروم. ابدی آنجا خواهم موند. تو هم الدا را گرفته به شهر بیا. مایلش انا نگاه کن. در اینجا سراغ را نوشتم. این سراغی رفیقم به شما کمک میکند. تو چه ها میگویی پدر؟ مایلش دخترم. پدر پسرم باری پسرم خیز پسرم من از پدرت میرویم. چی ها میگوید مادر؟ برای چی بنزدی اون خواهر میرویم؟ آدمی که ما را گذاشته میرود چرا ما بنزدی اون رویم؟ آن سخنهایی که تو شنیده ای
تنها به خاطر بهبودی زندگی ما بود. سینان برای خوشبختی ما این سخنها را به تو گفت. من از گناهش گذشتم. دیر نشده به نزدش رویم. بیاید رفتیم مادر جون. رفتیم. زودتر مادر جون. کنی گپ زد. به خدا با چشمان خودم دیدم. او را در نزدیکی غار دیه دیدم. روید سینان را زنده نماند. خوب شده سردارم. زود آماده باشید. میروید. یا بله. برای به تشکیلات خیانت کردنت تو را جزا مرگ است. در کجا باشد این حجت؟ در کجا باشد؟ کجا شدین احمق؟ تسلیم شوید. شما را از گرد و اطرافتان اسکران احاطه کردند. تسلیم شوید. دستهایتان را بالا بردارید. بالا بردارید. تسلیم شوید. تسلیم شو. بدام افتیدیم. زود به قرارگاه روید. دکتر حجت‌ها را میگیرد. تسلیم شو. تسلیم شو. تسلیم شو. به پیش. یا بسم الله. آخر کجا شدین دکتر حامد؟ تا که انتظار شوید. نگران نباشید، حاضر می آید. خاله زیرا یگان روز دیگر نکاح میکنیم. برای چی اینقدر دیر کردن نمیفهمم. میآید دخترم. کمی دیگر صبر کردن لازم. شاید به نزد یگان بیمار رفته است. من میروم خاله. شما امک حامد و مسافران را گسیل کنید. کمی دیگر صبر کن دخترم. دلا انا آمد. من آمدم. میدونم که عذاب شده اید، اما چی کاری کردم رو دانستم پس خرسند خواهید شد. هیچ گپ نی پسرم. بیا پسرم. خوش آمده پسرم. مبارک شود. خوش باشید. خوش باشید. به شما یک هدیه خردی دارم. با من بیایید. برای نپوشیدن لباس عروسی خیلی سخت بودم. من هم تو رو با لباس عروسی ندیدنم سخت بودم.
شما پسر سلیمان طاهر دختر محسن را به زنی قبول میکنید؟ بله. شما دختر محسن را پسر سلیمان طاهر به همسری قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. از امروز پس شما را زن و شوهر اعلان میکنم. مبارک باشد. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. خوشبخت باشید. اپای دیلو شما رو رنجوندم ببخشید. اینجا بیا. هیچ گپ نیست. من از تو خفه نیستم. آفرین پسرم، آفرین. اپای زلیخا و بهری در کجاست؟ نمیدونم پسرم. سینان را پرسیده بود. پدر جان. ها بهری پسرم، پسر جانم، بهری جانم، پسر جانم، بهری پسر جانم، پسر جانم. مادرم از گناه شما گذشته است پدر. تو گفتنی که مادر تکلیف خانه‌داریم را قبول میکند ها؟ بله. اوه پسرم، بهریم، پسر جانم، زلیخا. دیگر زنده نمیماند. رفتیم. بهری، زلیخا به خود بیا. گپ زن زلیخا، گپ زن زلیخا. گناهایت را بخشیدم. زلیخا. بهری پسرم، بهری پسر جانم، بهری. ظالم‌ها، خائن‌ها. بهری مبارک شود. خوش آمدید. مبارک شود. خوش آمدید کمیسر. مبارک شود. رفتیم پسرم. من حاضر میآیم. خیر تا بازدید. زود باش پسرم، لباسهایت را عوض کن و برفین و یلمز را گسل کن. خیلی دیر شد. مایلش مادر. زود باش. مادر. ها؟ گپ زن پسرم. من حجت‌های پدرم را پیدا کردم. چه میگویی پسرم؟ کی بوده است؟ من جسارت نکردم که گشاده بینم. مگر این خیل می شود پسرم؟ سرت را به سنگ زده آن را پیدا کردی، چرا نمی کشایی؟ کنی کشاده بینم که کی بوده است؟
دکتر حجت‌های سلیمان رو دزدیده است. فهم آچتی. از امروز با دکتر من خودم سر و کار میگیرم. طاهر کی بودن پدرش رو فهمید. اکنون چیکار میکنه؟ با او پدری کردن نتوانستم، اما با او خیلی کار کردم. وقتی یک پیشنهاد دارم، از اینجا چیزی چارت را گرفتر رو میگویم. از اینجا این کار رو با من کردن نمیتوانید. مرا از اینجا با درگاه کردن نمیتوانید. از این رو پس چی کاری که از دستم آید باید انجام دهم تا اینکه کی بودن پدرش را نداند. پیراهه تقدیر ام پروداکشن 0302